سلام بچه، چطور؟ من ایمپی گیم هستم. اومدم امروز برای شما یه ویدیو جدید بذارم. بچه ببخشید من چند وقت کلمتون فعالیت نداشتم به یه دلایلی و دوباره حالا فعالیت میخوام کم کم شروع کنم براتون. امیدوارم که ویدیو من امروز خوشتون بیاد. بچه اومدم براتون چند تا اتچمنت بذارم که حال کنید، خفن حال کنید. خب بچه بریم تو لودت. حالا اولین اتچمنتی که براتون میخوام بذارم دیارشه. بچه دیارش این اتچمنتی که من میذارم یعنی امکان نداره توی 3 تا تیر نندازه. 3-4 تا تیر بزنه یارو یا هدشات میشه یا کلا میفته و حتما بچینیدش. بچه دوم اتچمنت هم اتچمنت بی پی 5 که سیزن قبل جدید اومده بود. اینم بچه که اکثرتون میدونید بیشترین چیندنش، ولی حالا من براتون بازم میزنم خواستید بچینیدش. بعد بچه سومین اتچمنت هم که اتچمنت DLQ باز DLQ بچه این اتچمنت لیدر، یعنی کلا با این اتچمنت استر تو لیدر بورد بوده. این اتچمنت استر تو لیدر بورد بوده، یعنی سرعت راه رفتن خیلی زیاد میکنه. کلا ایمش هم خوبه، تون میگیره. فقط بچینیدش که دوست داشتید. اینم از این. بزن اتچمنت دیگه هم براتون دارم. بله بچه یه اتچمنت لوکاس هم براتون دارم. قشنگ والبنگ های خفنی میزنه، یعنی خوراک والبنگه. با یه تیر نشد با 2 تیر رسما والبنگ میکنه. اینم حتما بچینیدش. خب بچه امیدوارم از این اتچمنت خوشتون میاد و همچنین از ویدیو. فعلا خدا نگهدار. و بچه یادتونم نره چنل من سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید، اگه هم خواستید زنگوله رو بزنید. فعلا خداحافظ.